یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. ترجمهش یا حی یا قیوم یعنی ای ذات پاکی که زنده هستی و قیوم هستی. قیوم یعنی که قایم به ذات خودت هستی و احتیاج به کسی و چیزی نداری. ای ذاتی که همیشه حی هستی، همیشه زنده هستی، و ای ذاتی که قیوم هستی یعنی قایم به ذات خودت هستی و احتیاج به چیزی نداری، به کسی نداری. همون ذات اکنون فریاد کرده است که همین ذات به رحمت که استغیث، به رحمت تو من، یعنی که به وسیله رحمتت استغیث، از تو کمک طلب میکنم. استغیث یعنی استغاثه. انسان در دشواری و وزمینی میغلطد و یاردم طلب میکنه، میرم میگن استغاثه. فمن استغیث یعنی حالت دشواری ده که من در دشواری هستم، از تو کمک میخوام که مرا از این دشواری خلاصم کن. اصلح لی شأنی کله. اصلح یعنی که اصلاح بگردان، خوب و آرام و آسایشته بگردان، لی از برای من، شأنی کله یعنی همه حالتم رو. شأنی یعنی حالت و اوضاعم رو، کله یعنی همه اش رو. اصلح لی شأنی کله یعنی اصلاح و آرام و آسایشته بگردان برای من همه حالتم را. هر حالتی که هست می الله برام آسایشته بگردان. ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. ولا تکلنی یعنی مرا نسپار ای الله به نفسم طرفة عین، به اندازه یک میجزنی هم باشد ای الله مرا به نفسم نسپار. ولا تکلنی یعنی که مرا نسپار ای الله الی نفسی، به نفسم، یعنی که الله خودت مرا حفظ کن، خودت مرا نگاه بدار و خودت ای الله با رحمت و بزرگیت حافظ و حمایتگر من باش. مرا نسپار ای الله به نفس خودم. طرفة عینین یعنی که طرفة عینین به اندازه یک میجزنی، یعنی که یک لحظه هم باشد ای الله مرا به نفسم نسپار، مرا به نفسم واگذار نکن، مرا حفظ کن و مرا نگاه بدار. زیرا که نفس بسیار اماره بسوء هست. نفس اماره بسوء است که انسان را گمراه میکند، انسان را از راه بیراه میکند. از این حساب الله مرا به نفسم به اندازه یک میجزنی نسپار، تماما مرا به نفسم نسپار، همیشه و دائمی ای الله خودت مرا حفظ کن و نگاه بدار. این است مختصر ترجمهش. بارک الله فیک برادرم.